باورم نمیشه آرزوی این خواننده دیدن ایران قبل از مرگ. همین خواننده یه زمانی همسط هایده و مهستی بود. سوز آهنگاش دیوونت میکرد. ایشون کسی نیست جز خانوم پروانه امیرافشاری، ملقب به همیرا. همیرا الان 81 سالشه و میگن پدرش یکی از خانهای بزرگ و پولدار آذربایجان بود، ولی نه از پدر خیری دید و نه از شوهر. پدرش که تا میتونه سر خوانندگیش کتکش زد و اذیتش کرد، بعدش هم از خونه انداختش بیرون. شوهر اولی هم که طلاقش داد، دومی هم از ارتباط با بقیه آهنگسازا منعش کرد و شوهر سومی هم بعد از انقلاب وقتی همیرا رو گرفتن نه تنها حمایتش نکرد بلکه ولش کرد به امون خدا. همیرا مجبور شد تنهایی با یه بچه 2 ساله از مرز افغانستان خودش رو به پاکستان، بعد اسپانیا و بعد کاستاریکا برسونه. توی کاستاریکا به حدی بهش فشار اومد که افسرده شد. با 1000 بدبختی رسید آمریکا، تا اومد به خونه سرطان گرفت. سرطانش رو درمان کرد، قلبش ناخوش شد و در نهایت همیرای خوش صدا با وجود پشت سر گذاشتن همه سختی‌ها توی دهه 80 و در اوج از خوانندگی کنار رفت. برعکس بعضی هنوز همیرا تنهاست و تنها امیدش همین مردمن. من که میگم به احترامش لایک کنید و یه متن جذابم براش بنویسید که میدونم میبینه و خوشحال میشه.